بسم الله الرحمن الرحیم. اولا السلام علیکم مردم مسلمان تاجیکستان، مردم دست به خیر، صاحبکارای عزیز، دوستای عزیز، شخصا صنعتکارا، همه آدم هایی که خیر سخاوتون زیاد است، همیشه خیر میکنین، غمخوری میکنین، خداوند همه شما را در پناهش نگهبان باشد. همه مردم مسلمان تاجیکستان و مردم دست به خیر با آمد عید سعید فطر در این دهه رمضان تبریک و مبارکباد میگم. به خاندان همه شما شادی و نشاط. اما یک عقده در داخل شما است، یک گره هنوز هم نکشوده مانده است. همیشه خانواده ایشالله میشه و در حق همه غریبایی که سرسون و سرگردانند به مثل من در غریبی، خداوند همه تون مشکلاتون آسان بگردونه، کار و بارتون برکت بده. چی آرزو و حواسی دارین جامعه عمل شد. آمین. الله اکبر. فخریدین چرا رفت؟ چرا کارهای فخریدین جور نشد؟ در برنامه و من شنیدم که فخریدین فرار کرده از تاجیکستان با اتهام قرضداری، بدهکاری. بله چقدر قرضدار شد؟ شنیدم که خیلی قرض کلان دارد، تقریبا حدودی از 500,000 سومانی زیاد. 930,000 سومانی به فکر من، قریب 1 میلیون. قریب 1 میلیون. خیلی ها وقتی که فخریدین رو جستجو میکنند به شما زنگ میزنند. فقط طرف گندگی ما رو گپ نزنن، طرف خوبی ما رو ببینن. از ما همیشه خواهش میکنم، خیلی درون میگن که خوبی بر پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم راست آمده که طرفای خوبی ما رو ببینید، فقط طرفای منفی ما رو گپ نزنید. از شما خواهش میکنم، التجا میکنم، نواری ما خش رو گوش کنید. و بلاگرای عزیز منصور نعمتов، ارزوی سایف برنامه خوب داره شما، قربان نعمتов که تو باید همه وقت دستگیری که مورد این برنامه مرا دیگر شخصیت حاجی سعدی، شخصا حاجی دوست مراد که برنامه کردی، همیارا کدومید که هنرمنده و صنعتکارا که ما در پهلوی شما بوده مرا تماشا کردید، باید شما خودتون درک کنین، مرا ببینین، همین برنامه مرا بگیرین، پدیلیت سکنین، تماشا کنین، مردم حالی مرا ببینن. حاجی بابا جان، حاجی لنگری که شما فقط همیشه در دستگیری مردم هستین، مردم نگاه میکنیم. از شما احترامونه خواهش میکنم دوستان عزیز، در این دهه رمضان، در همین وقتی فکری روزگاری و در همین زکاتی بی‌طرف نباشین. از شما خواهش میکنم که برای من 1 سومونی اختنا دریغ ندارین، التماس میکنم. ای همه شما خواهش میکنم دوستان عزیز. زمانی بود که من در برنامه اشتراک میکردم، در خرسندی های مردم، در چورابینی های مردم اشتراک میکردم، هیچ او طرف مونید. اما زمانی بود که گردن من کج بود، گردن من کج میکردم، در کانال خود تماشا میکردم، شما گردن من کج میکردم که دیگر را یاری برسونید. غریب و مردم دست و خیر. اما زمان ماه شریفی رمضان ماه مبارکه بود، یا که زمانی بود که مردم های کمیزوات بسیار بودن، مردم های محتاج بودن. خدا منت نشود با همین مشکلی های خودمون، با این غمداری خودمون، با همین در بدری خودمون باور کنید دستگیری میکنه. اما بسیار صاحب خونه شدن، بسیار بیمار بودن، رفتن تبابت یافتن. اصلا ببینید اتوبوس چی رو ببینید چی خیلی به مراد و مقصد خود رسید. از این مشکلی با دستگیری شما که با دستگیری برادر امید رخش تقسیم که راهبر یک شرکت بود، اما هم دستگیریش کرد، مبلغ کلان داد. از همین مشکلی برآمد که اونجا سبب خدا منت نشه، ما گردن نکش کردیم که اما از این مشکلی برآمد. طرفای خوبی ما را با نظر بگیرید، برای چی شما فقط گندگی ما را میگی که این خیلی اوتره؟ غیر خداوند کسی پاک نیست. هم با گناهگارای باور که برادر زندگی که ما در فریب قرار شدیم، برام میپولتم در فریب قرار که شما در جای ما باشین چی کار میکردیم؟ 11 ماه در غریبی هستم.
یکی غیر برو ما در نظر دادم که من کمک میماره دستگیری کنی چونکه ما حال شما رو دیدم حال شما رو غریب و همه تو رو دیدم تو خود داریم از وقت موی با حال شما چی با اون وقت مزورم اما رایش مالا را بنامیش برگم در اون وقت خیلی هم دختر شد این رو که تمام کرده و چند دفعش که گیری باز این انجا میکنیش حساب میکنه خدا دیگر تو حساب میکنه یا نه بیشتش نیست مختلف میگیم یکی خدمت زوره کردم که بلو یک رو یکی بودی من شما نمیگوشتم چی جواب بگو در نزد خدا جون چی جواب بگو چی جواب بگو چی جواب بگو با بخشیش بپرسه بای شما همه تون بخشیش بپرسم که مگر رسانه با یک مردی که همه میشنست من شنیدم که فخرالدین از چندین آدمان مبلغ گرفته است اسمی یک تاجر نامدار رو استفاده کرده، درست است؟ ما هم خیلی فهمیدم نه که راستی گپ اگر انیقش بگیریم ما با فخرالدین در اینستاگرام گفت گفته که مرا بسیار آدم فریب کردن پول گرفتن رفتن در بین ما بازی از تاجیکستان بیرون بفکر روسیه ده باشه یا که قزاقستان ده باشه انیقش نمیگم هیدی سعید فیتر خشالی خونه اون کارتایدش هم به سیترم میمونم به هر رمضان های التماس میکنم خواهش میکنم گردن ما کج میکنم برای ما یک بارگی دیگر خیلی خطورا دریغ نداره خواهش میکنم دوستان عزیز بیاید امی مادری بگوری مرا فرزندای مرا خرسان کنیم خواهش میکنم کمک که دستی کم روزی غم نبینیم در پناه خداوند باشیم همتون خدا جان و مراد و مقصد و بارزو اوساتون برسین و با نزدی مادر و پدر و فرزنداتون برگردین آمین الله اکبر